صحابه هم میگه گریان الله حتی حضرت عمر شمشیر گرفتن والله کسی بگه اگر محمد ایدینو گذاشته سرش از بدن جدا میکنه. محمد صلی الله علیه و پیش خدا رفته با میوه هیچ کدی لغ نمیشه بکن. حضرت گفت بود عایشه ما ایدینو گذاشتم مرا توقع بمونین. گفت چرا؟ گفت اول جنازه مرا برادرم جبرئیل میخونه. حضرت ابوبکر خانه نرسیده صدای صحابه را شنید دویده اومد. روی خانه در اومد که بالای مبارک چادر پرتاب کرد. چادر یک طرف کرد. از پیشانیش ابوسک والله زیبا بودی حالا زیباتر شدی. بیرون برآمد. گفت هر کسی خدا را اطاعت میکنه خدا هرگز نمیمیره. و هم کسی که اطاعت محمد میکرد خبر بود که محمد از دنیا گذشت. حضرت عمر میگه وفات رسول الله آیاتایی که برای وفات رسول الله دلالت میکنه آیات ما برو آورد میگه. خیال کردم همین آیات ها به ابوبکر نازل شده میگه آیات ها پیش بود. گفتن قبر پیامبر کی میکنن؟ گفتن ابو طلحه.